خودم به عنوان یک شهروند در مورد مثلا میراث طبیعی، در مورد طبیعت، در مورد همه اون چیزی که در طبیعت وجود داره فکر میکنم. به عنوان یک فردی که الان هم تحصیلات دانشگاهی دارم، فکر میکنم که هر کدوم از ما شهروندان در مقابل این مسائل یک مسئولیت هایی داریم. حتی اون زمانی که من در اداره محیط کارجنون کار میکردم، همواره دلم میخواست که به نحوی مدیریت بکنیم در این منطقه که هم این طبیعت بکر و زیبا حفظ بشه و همین که مردمی که در حال در حاشیه دریاچه زندگی میکنن و عمدتاً معیشتشون وابسته به این دریاچه است، اونا هم بتونن در حال زندگی در خورشنشون داشته باشن. الان شما نگاه کنید ببینید، ما الان این مناظر زیبای طبیعی رو در خیلی جاها نداریم، ولی خب متاسفانه میتوانیم به راحتی حدس بزنیم که اگر چنانچه مدیریت یکپارچه و جامعی در اینجا شکل نگیره، خیلی زود ما این زیبایی اینجا رو حداقل از دست خواهیم داد. دیگه اون پرندگان اینجا این امنیت لازم رو نخواهند داشت. اون زمانی که ما در محیط زیست کازرون بودیم، فکر میکنم یک تعارضاتی بین مدیریت و مجموعه مردمی که در اینجا زندگی میکنن، در حاشیه دریاچه زندگی میکنن وجود داشت که من خودم به واسطه این که اولا که من یک آدمی هستم که معتقد هستم که مردمی که در این حاشیه دریاچه زندگی میکنن، اونا هم حقیقتا حق حیات دارن، حق زندگی دارن. اونا باید به نحوی برای امرار معاششون باید منابع درآمدی داشته باشن. خب ما که میدانیم از این دریاچه اگر چنانچه به همین شکلی که تا الان بهره برداری بی‌رویه شده، استفاده بی‌رویه شده، دیری نخواهد باید که این دریاچه هم به جمع دریاچه هایی که تا الان خیلیشون به اصطلاح یک برکه تبدیل شدن و یا خوش شدن و از حیز انتفاع خارج شدن، این هم همین سرنوشتش دچار میشه. ما باید حقیقتا برنامه‌ای که داشته باشیم، یکی خود رو دریاچه است، یکی روی به اصطلاح موضوعات مربوط به افرادی که یا مردمی که در حاشیه دریاچه زندگی میکنن. تعداد 30-40 تا پارچه روستا رو ما شناسایی کردیم که معیشت زندگی و امرار معاششون به اصطلاح به یه نحوی مرتبط با این دریاچه است. هر برنامه اقدامی که در این زمینه باید صورت بگیره، بدون در نظر گرفتن این مسائل و این سهم مردمی که در اینجا زندگی میکنن، منجر به شکست خواهد شد. و روی این حساب من خودم اعتقاد دارم اگر ما باور داریم که طبیعت رو باید با مردمی که در اونجا زندگی میکنن ببینیم، باید ابتدا برای مردمی که در این حاشیه دریاچه زندگی میکنن و امرار معاششون مربوط به این دریاچه است فکر اساسی بکنیم، بریم به سمت کارآفرینی هایی که بتواند منابع درآمدی اونا رو تشکیل بده غیر از دریاچه.
آخر این انتخابات من در این انتخابات حضور دارم. این به این معناست که به نفع هیچ جریان و به نفع هیچ شخص خاصی کنار نمیرم. ضمن این که بنده از روز اول که اومدم تلاش کردم که ورودم به عرصه انتخابات برای کل مسئولین، کل مردم امیدوار کننده باشه، نوید دهنده یک جریان مدیریت نوخواه، نوگرا، عدالتگرا، عدالت محور باشه. اینطوری نیست که من یه دفعه بخوام بیام شمشیر رو از رو ببندم یا کسانی رو که قصد و نیتی داشته باشن که به هر حال تقابلی بین مسئولین شهرستان ایجاد بکنن اونا رو چیز بکنن، چون بعضا این مسائل مطرح میشه. بنده هم اول اومدم رفتم خدمت امام جمعه محترم، گفتم آقا شما دیدگاه خاص خودتون رو دارید، بنده که الان مستقل هستم، اگر چنانچه در جریان انتخابات حزب و گروهی هم از من حمایت بکنه که نقطه مقابل شما هم باشه، اگر بنده نماینده مجلس در کازرون شدم هیچ تقابلی با شما نخواهم داشت. می توانیم با هم دیگه کار بکنیم و کار مردم رو نذاریم رو زمین بمونه. مثل گذشته نباشه که امام جمعهمون یه طور بوده، فرماندارمون یه طوری بوده، امام جمعهمون نماینده شهرمون یه طور دیگه بوده. خب چه دستگیرمون شده؟ همه اینا ضرر بوده برای شهرستان ما. ما این توانمندی رو داریم که در با یک فضای بسیار بسیار آرام و منطقی کار مردم رو به پیش ببریم و الحمدلله رب العالمین همین مشی معتدل ما هم باعث شده که مجموعه مدیران شهرستان کازرون از حضور بنده در عرصه انتخابات احساس خوبی داشته باشند. هیچ کدام از اینا برای ما پیام ندادن که ورود شما باعث شده که انتخابات مبهم باشه. از زبان دو سه تا از این مسئولین ارشد این شهرستان به من اینطوری بیان شد که نفس حضور شما در عرصه انتخابات باعث شده که وزن انتخابات 8 در کازرون بالا بره.